رونالدو فعلا تمدید نمیکنه. رومانو گزارش کرده در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای بین النصر و رونالدو برای تمدید قرارداد وجود نداره. هالند از دست بارسا پرید. هالند تا 2034 با سیتی تمدید کرد. تمام بندهای خروج این بازیکن از قرارداد جدید حذف شدن. مصدوم جدید با اعلام رئال، کاماوینگا دچار مصدومیت عضلانی شده و 3 هفته از میادین دوره. رسما و شرعا میمونه. رومانو گزارش کرده توافق انجام شد، آراخو در بارسا میمونه. توافق اولیه اوایل همین هفته انجام شده بود و حالا فقط جزئیات باقی مونده. گزینه ترشیده دیمارتیو گزارش کرده میلان مذاکراتش رو با ژائو فیلیکس شروع کرده. هر چیزی ممکنه. اتلتیک گزارش کرده چلسی به جذب گارناچو و گیتنز علاقمند و ممکنه شاهد یک انتقال شوکه کننده باشیم. و تیم جدید سر آلگری کبیر. رومانو تایید کرد که تا 48 ساعت آینده انتظار میره آلگری با الاهلی عربستان به توافق برسه و به عنوان مربی جدید این تیم معرفی بشه. صدای فوتبال.